أينما كنا أينما الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله و اصحابه اجمعین. اما بعد، خوش آمدید به درسی دوم کتاب مختصری قدوری. درس اول امام قدوری فرایضی وضو را ذکر کرد که 4 فرض بود و در این درس سنت های وضو را انشاءالله ذکر میکنیم، آنچه که علامه قدوری ذکر کرده. می فرماید و سنن الطهارة غسل الیدین قبل ادخالهما الاناء ثلاثا اذا استيقظ المتوضئ من نومه. سنن جمع سنت، جمع السنه. سنه گفته میشه الطریقه، روش، طریقه. و در اصطلاح علمای هر فن از خودشان تعریفی خاصی دارند. نزد فقها و به خصوص فقهای احناف تعریفی سنت این است: ما واظب علیها رسول الله صلی الله علیه وسلم ولم یترکها الا مرة او مرتين لمعنى من المعانی. به این تعریف زیاد دقت کنین، چون پسان در بعضی مسائل اشکالات وارد میشه. میگه سنت آن است که ما واظب علیه رسول الله صلی الله علیه وسلم، و آن رسول الله صلی الله علیه وسلم با من سنت، با معامل، با مفعل رسول الله صلی الله علیه وسلم مواظبت و همیشگی کرده باشند. ولم یترکها، و این عمل ترک نکرده باشند، الا مرة، مگر یک بار، او مرتين، یا 2 بار، لمعنى من المعانی، به یک سببی از اسباب، یعنی یک باعث پیش شده، یک سبب پیش شده، رسول الله صلی الله علیه وسلم او را ترک کرده باشند. و تاریک سنت نزد علمای احناف گناهگار شمرده میشه و البته گناه از این کمتر از واجب میدانند. کسی که واجب ترک کنه گناهش کمتر میدانند از کسی که واجب ترک کرده باشه. یعنی گناه تاریک سنت کمتر است از تاریکی واجب کردن. و در مقابل سنت ذکر میکن مستحب. و پسان دمی بعد از سنت های وضو علامه قدوری ذکر میکنه و مستحباتی وضو را ذکر میکنه دومی آیه. و مستحب نزد علمای احناف گفته میشه ما فعله رسول الله صلی الله علیه وسلم مرة او مرتين ولم يواظب عليه. آنچه را که رسول الله صلی الله علیه وسلم، فعلی را که رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام داده باشند، مرتن، یک مرتبه، او مرتين، یا 2 مرتبه، ولم یواظب علیه، با فعل مواظبت نکرده باشند، استمرار، همیشگی نکرده باشند. این نزد علمای احناف است. اما نزد علمای شوافی و بعضی حنابلة اینا سنت، مستحب، مندوب، نفل، تطوع، رغیبه، فضیله، همه از اینها الفاظ مترادف هستند و مقصودشان یک چیز است. البته باز اینها درجات سنت متفاوت میدانه. بعضی سنت هاییست که بالایش تأکید شده و بعضی سنت هاییست که بالایش تأکید نشده. و حقیقتا در نصوص شریعت هم انسان وقتی که متوجه میشه بیشتر بالای همه از اینها تطوع و نفل و همچنان سنت اطلاق شده است. البته ای علما باز تاریک سنت گناهگار نمیدانند، الا اینکه از رای جحود و انکار و بیرغبتی نباشد. به هر صورتی علمای احناف نزدشان سنت امور است که رسول الله صلی الله علیه وسلم با او مواظبت کرده باشند، و در مقابل مستحب امری که رسول الله صلی الله علیه وسلم با او مواظبت نکرده باشند. امام قدوری میفرماید و سنن الطهارة غسل الیدین، و سنت های طهارت یعنی وضو غسل الیدین، از جمله سنت ها غسل الیدین، شستنی هر 2 دسته ها تا بندی دسته، یعنی قبل از وضو.
قبل ادخالهم الاناء، قبل از اینکه یعنی قبل از داخل کردن شخص امیر دو دست خود الاناء ظرف آب را. کدام ظرف آب؟ همون ظرف آبی که برای وضو آماده کرده، یعنی او آب وضو را گرفته. ثلاثا چند مرتبه؟ 3 مرتبه. یعنی شستن دست قبل از داخل کردن به ظرف وضو 3 مرتبه. این از جمله سنت های وضو است. میگه اذا استيقظ، و این شرط اتفاقی است، اذا استيقظ وقتی که بیدار شود، المتوضئ وضو گیرنده، من نومه از خواب خود وقتی که بیدار شد، امی دستای خدا 3 مرتبه قبل از طهارت بشوید. برابر است که خواب روز باشه یا خواب شب، و غالب مثل که خوابها در شب است، و او خاطر اطلاق غالب بالای خواب شب می آید. و ایده شک نیست که سنتی متفق است نزد تمام علما، و رسول الله صلی الله علیه و سلم علت زیر ذکر میکنه فإن احدکم لا يدري أين باتت يده. حدیث در صحیحین میاد، یعنی از شما نمیداند که دستیازی کجا شب تیر کرده، به کجای اندامش خورده، دستش میکروب شده و جای میکروبی رسیده، پلید شده. و او خاطر یعنی مناسب و کمال طهارت میست که انسان قبل از اینکه دستش داخلی ظرفی وضو میکنه، دستای خدا 3 مرتبه آب ریزانده بشوید، و بعد از او میرود استنجا میکنه، و یا اینکه وضو را مباشر شروع میکنه. اگر استنجا کنه، بعد از استنجا باز دوباره آمده دستای خود تا بند دست دوباره میشوید. و تسمیت الله تعالی فی ابتداء الوضوء، و دوم سنتی طهارت بسم الله گفتن در ابتدای وضو. بسم الله گفتن در ابتدای وضو. ایرا علامه قدوری از جمله سنت های وضو ذکر میکنه، و صاحب هدایه از جمله مستحبات ذکر میکنه. و اما جمهور اهل علم نیز ایرا سنت میدانند، و حقیقتا سنت است. و بعضی از اهل علم بسم الله را در اول وضو واجب میدانند، بنا به حدیثی که در سند ازو کلام است. و بعضی اهل علم تحسین میکنن حدیث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله علیه، رواه الترمذی و ابو داود. یعنی وضو نیست برای کسی که نام الله تعالی در اولی وضوش نمیگیرد. و صیغه بسم الله در علما اختلاف دارن. بعضی ذکر میکنن به بسم الله اکتفا شود قیاس به نان که در نان صرف به بسم الله وارد شده، نان خوردن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اذا اکل احدکم طعاما فلیقل بسم الله فان نسی فلیقل بسم الله فی اولی و آخری. یعنی در اینجا صرف بسم الله نقل شده. این حدیث در ترمذی میاد. و بعضی علما میگن بسم الله الرحمن الرحیم گفتن این اکمل و بهتر است، و این رأی شیخ الاسلام ابن تیمیه نیز می باشه. و از ابو جعفر طحاوی از علمای بزرگ احناف نقل است که او میگه المنقول عن السلف في تسمية الوضوء بسم الله العظيم والحمد لله على دين الاسلام. میگه از آنچه که از سلف نقل شده در اول وضو، یعنی در بسم الله که در اول وضو گفته میشه بسم الله العظیم و الحمد لله علی دین الاسلام، این چیز نقل شده. میگه این را زیاد تلاش کردیم از علمای سلف پیدا نکردیم از کسی، و عهده بالای امام طحاوی می باشه. و همچنان ذکر میکنه از جمله سنت های وضو و سواک، و همچنان مسواک زدن. مسواک در اول وضو ای از جمله سنت هاست، بدون شک نزد تمام علما یا جمله سنت های وضو است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاد تأکید کردن لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند كل وضو و عند كل صلاه. هر دو می آید. والمضمضه والاستنشاق، و همچنان از جمله سنت های وضو که دیگر نقل میکنه
مضمضه و استنشاق. مضمضه گفته میشه آب در داخل دهان انداختن و باز حرکت دادن. آب در داخل دهان حرکت بودی، ایره گفته میشه مضمضه. و استنشاق گفته میشه آب در داخل بینی کشیدن، استنشاق. و همراه استنشاق استنثار هم میاد. استنثار یعنی وقتی که در بینی آب داخل کردی بعد از او بیرونش بکنی. یه از جمله سنت های وضو میگه. و بعضی علما را از جمله واجبات میدانن بنا به چند دلایل. یکی میگن دهان و بینی در حکم رو است و رو از جمله فرایض است، یعنی باید شسته شود. اعضایی است که باید یعنی فرزن شسته شود. و بعضی ها بنا به احادیثی که زیاد تاکید شده امر آمده از رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليستنثر و همچنان فلیستنشق امر میآید. بنا به این اوامر میگن از جمله واجباتی وضو است. بر صورتی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه وضوشان با مزمزه و استنشاق بوده، آدم از پیشش ترک نشوه. اگر ترک شد، فراموش شد، وضو را از بین نمیبرد. و مسح الاذنین و همچنان مسح کشیدنی گوشه ها. این از جمله سنت های وضو است. مسح یعنی بیرون و داخل گوش هر داره. با پنجه بزرگش بیرونی گوش مسح میکنه و پنجه سبابه داخلی گوش. و همچنان از جمله سنت های وضو میفرمه و تخلیل اللحیه والاصابع و خلال کردن ریش والاصابع جمع اصبع پنجه ها، یعنی داخل ریش پنجه های خودم میاندازن، دیگه گفتم میشه خلال کردن. و همچنان داخل پنجه های خود جایی که آب به درستی نمیرسد اونجا را خلال میکنه، دست خودم میکشه تا اینکه آب درست برسد. و تکرار الغسل الى الثلاث و همچنان تکرار یعنی بار بار شستن یا 3 مرتبه شستنی هر عضو، یعنی هر عضو را 3 مرتبه شستن. این هم از جمله سنت های وضو ذکر میکنه. بدون شک این از جمله سنت هاست. و وضوی رسول الله صلی الله علیه وسلم کیفیت مختلفی نقل شده. 1 مرتبه هم اعضا را شستن و همچنان 2 مرتبه و 3 مرتبه. 3 مرتبه کمال طهارت است. و یستحب للمتوضئ. تا اینجا علامه قدوری سنت های وضو را ذکر کرد و بعد از این مستحبات وضو را ذکر میکنه. تعریف مستحبه ذکر کردیم آن است که رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه نکرده باشه 1 مرتبه یا 2 مرتبه و بالای از اون مواظبه نکرده باشن. و همچنان مستحب در نزد علمای احناف ادب هم تعبیر میکنن، آداب ذکر میکنن و ادب الوضو بعضیا ذکر میکنن. مرادشان از ادب همین مستحب است. میگه و یستحب و مستحب است یعنی بهتر است، اگر بکنی ثواب داره، اگر نکنی کدام عقابی نداره. للمتوضئ بری وضو گیرنده چی مستحب است؟ میگه مستحب اول ان ینوی الطهارت، اینکه نیت طهارت بکنه. ان ینوی اینکه نیت بکنن الطهارت، طهارت را، وضو را. یعنی نزد امام طحاوی نیت از جمله مستحبات وضو است. لکن اشکال در این است که ما از کجا بدانیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم نیت 1 مرتبه یا 2 مرتبه انجام داده باشه؟ چون در تعریف مستحب ذکر کردن که عملی را گفته میشه، فعلی را گفته میشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم 1 مرتبه یا 2 مرتبه انجام دادش. از کدام وضوی رسول الله صلی الله علیه وسلم، از کدام نص این را ما بدانیم که رسول الله صلی الله علیه وسلم نیت در وضو 1 مرتبه گفتن یا 2 مرتبه گفتن؟ و اصلا در تمام عبادات نیت به تلفظ هیچ اصلا ثبوت نداره، اگرچه اینجا ذکر تلفظ نیست. خب به هر صورتی مطلب ما اثباتش است که در هیچ نصی ذکر نیست که رسول الله صلی الله علیه وسلم در وضویشان نیت کردن، در دیگرش نکردن. پس نیت در طهارت و
تمام عبادات از جمله فرائضش هست. بدون نیت هیچ عبادتی نیست. رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمایند انما الاعمال بالنیات، یعنی صحت و قبولیت اعمال به نیت است. بدون نیت هیچ عملی صحیح نمی باشه و این قول راجح هست. نیت در وضو فرض است و ایرا مستحب حکم کردن انصاف نیست. و یستوعب رأسه بالمسح، و همچنان از مستحبات وضو میگه و یستوعب رأسه، و اینکه پورا بگیرد و پورا مسح بکشد سر خود. استیعاب گفته میشه پورا گرفتن، پورا کشیدن سر، یعنی به مسح، یعنی دستای خود بالای سر خود کامل بکشه، یعنی کامل مسح کشیدن سر. ایره از جمله مستحبات ذکر میکنه علامه قدوری و این هم انصاف نیست که ما مستحب بدانیم. چرا کامل مسح کردن از رسول الله صلی الله علیه و سلم عملی همیشگیشان ثابت شده، نه عملی گاهی. آنچه که از رسول الله صلی الله علیه و سلم وضو نقل کردن صحابه کرام که بسیار زیاد احادیثی به شمار میاد، رسول الله صلی الله علیه و سلم ابتدا شروع کردن از اولی یعنی پیشانیشان و تا پشتی قفاشان دستایشان کشیدن و بعد زو از قفا آوردن به طرفی پیش. و این عمل از رسول الله صلی الله علیه و سلم به کثرت نقل شده و این وضوی همیشگیشان بوده. و گاهی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده، قسمی که از مغیره ابن شعبه نقل شد، مسح بر ناصیه کشیدن، ناصیهشان یعنی پیشانیشان، و باز بالای عمامشان مسح کشیدن. حالا اگر از این حدیثی گاهی مقدار فرض ثابت کنیم، که یعنی گاهی از رسول الله صلی الله علیه و سلم این ثابت شده، و اما از عملی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به او مواظب بوده از او مستحب ثابت کنیم، این انصاف نیست. پس به او خاطر استیعاب یعنی پر از سر مسح کشیدن ای از جمله سنت های وضو است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به این مواظبت داشتن. درست است که فرض یعنی قسمی که علما ذکر کردن نزد شوافی و همچنان نزد احناف، یعنی به بعضی سر امو فرض ساقط میشه، بعضی سر مسح بکشی به امو ساقط میشه، لکن وضوی کامل و وضویی که از رسول الله صلی الله علیه و سلم به طور همیشگی نقل شده کامل مسح کردنی سر است. پس این از جمله مستحبات نه، بلکه از جمله سنت هاست. اگر مستحب در نزد علمای دیگری سنت بالای سنت اطلاق کنیم، باز از جمله مستحبات است، لکن اینجا اطلاقی از اینها فرق میکنه. و همچنان میگه و یرتب الوضوء، و همچنان ترتیب دادن وضو، به ترتیب وضو کردن. و یرتب، و همچنان ترتیب بدهد وضوی خود و به ترتیب وضوی خود انجام بدهد. چطور؟ میگه فیبدأ بما بدأ الله بذکره، پس شروع بکند با آنچه که الله تعالی به ذکری از او شروع کرده، یعنی آنچه که الله شروع کرده با او شروع بکند. الله از وجه شروع کرده در آیت تیر شد، یعنی چهره، بعد از او دستها تا آرنج، و بعد از او مسح سر، و بعد از او شستن پاها. این هم ذکر شد که بعضی علما ایره فرض میدانند استدلال از آیت، که آیت به ترتیب اعضا را ذکر کرده و همچنان عملی همیشگی رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. اینجا بالای از این مستحب حکم کردن بنا به تعریفی که علمای احناف ذکر کردن، بالای از این مستحب حکم کردن انصاف نیست، بلکه ترتیب عملی همیشگی رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده. و بالمیامنی، و همچنان شروع کردن از طرف راست، از طرف اعضای راست. از طرف اعضای راست یعنی اول دستی راست میشی، بعد از دستی چپ. اول دستی پای چپ راست میشی، بعد از او پای چپ. همچنان اعضا را ابتدا از طرف راست شروع میکنی. و این هم از جمله سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم است، نه است
مستحبات به تعریفی که علمای احناف ذکر میکنن. چون در حدیثی عایشه رضی الله عنها میاد که رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یعجبه التیمم. رسول الله صلی الله علیه وسلم از طرف راست شروع کردن بسیار خوش داشتن. پس یه عملی همیشگیشان بودن، نه عملی گاه گاهشان. یعنی و همچنان مستحب دیگری که در اینجا ذکر میکنن و مسح الرقبتی و مسح کشیدن بالای گردن، مسحی گردن، این هم از جمله مستحبات میدانه. مسح رقبه نزد علمای احناف اختلافی است. بعضی علمای احناف ایرا مستحب میدانن و یکسرشان است و بعضی ها ایرا سنت میدانن، یعنی بالاتر از مستحب، و بعضی علمای احناف طبقه بسیار کمشان ایرا بدعت میدانن و نیز دیگر علما همچنان ایرا بدعت میدانن. علامه عینی رحمه الله از علمای بزرگ احناف میفرماد و اما مسح الرقبه فلم يرد فيه روایت عن اصحابنا المتقدمین. یعنی میگه مسح رقبه، مسح گردن، هیچ روایتی از بزرگان سابق ما، یعنی از امام ابو حنیفه رحمه الله، از ابو یوسف و امام محمد، از اینا چیزی ثبوت نداره، بلکه این عمل ابو جعفری طحاوی انجام داده و گمان کرده که ابن عمر رضی الله عنه از او مسح رقبه ثابت شده. و بعضی استدلال میکنن از حدیثی که روایت شده غسل الرقبه امان من العذاب. نفهم تو حدیث روایت میکنن و این حدیث امام نووی رحمت الله علیه در شرح مهذب میفرماید هذا حدیث موضوع وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. این حدیث موضوع است، از حرفها و سخنهای رسول الله صلی الله علیه وسلم نمی باشه. و باز میگن در ادامه وليس هو سنة بل هو بدعة، ليس هو سنة بل هو بدعة. مسح رقبه این سنت نمی باشه بلکه بدعت است. و همچنان علامه ابن قیم رحمه الله در زاد المعاد میفرماید ولم يصح عنه في مسح الرقبه حدیث البته. در مسح گردن از رسول الله صلی الله علیه وسلم کدام حدیثی ثابت نشده. پس مسح رقبه نه از سنت های وضوء است و نه از مستحباتش، بلکه از جمله بدعات وضوء است، انسان از این خودداری کنه. و بعضی علمای احناف هم به این تصریح کردن. و بالله التوفیق.